سلام دور سرت بگردم. ببخشید امروز یه ذره بی انرژیم. حقیقت اون داستان مانیتایز شدنم بود، فکر کنم کنسل شد. یوتیوب خبر داد که از 4000 ساعت واچ تایم به 8000 ساعت میرسه و من تازه 2000 ساعت جمع کرده بودم. ولی فدای سرت، فدای تارموت، قرار بود که ذوقمون رو همیشه با هم تقسیم کنیم، تنهاییامون رو با هم تقسیم کنیم، خوشحالیامون رو با هم تقسیم کنیم، ناراحتیامون رو با هم تقسیم کنیم. ولی هر چی بشه من گفتم واسه همین 100 تا دونه نفری که میان ویدیوهای منو میبینن، برای من ارزش قائلن، تا تهش ادامه میدم. تو بگو اصلا هیچ، فقط یه ذوقی بود که میخواستم اگه مثلا مانیتایز بشم خب خیلی حال میداد فلان، میدونی، خیلی خب نشد. حالا فدا سرت، فدای تارموت، قربونت بشم، من اشکال نداره، من ناراحت نیستم، فقط انرژی ندارم. یک خواب بیدار شدم و الانم دارم با استراب اجتماعی میجنگم. یه نفر الان تو ماشین اونوره پارک کرده و داره نگام میکنه و شاید با خودش بگه این اسکل چیه گوشی گذاشته یه جا. نه، قصه ای که میخوام این سری برات تعریف کنم دوباره مربوط به خودم و خودت میشه، مربوط به خودت و خودش میشه و هممون دوباره به نوعی تجربهش کردیم. پس گوش بده، نتیجه تو برام بنویس، چون خیلی خوشحال میشم. برو بریم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون من و تو هیچ کس نبود. یک ماهی بود توی تنگ زندگی میکرد. ماهی قصه ما تنها رفیق و عشق زندگیش آب توی تنگ بود. با هم روزها و شبها بازی میکردن، حرف میزدن، درد و دل میکردن، از غماشون میگفتن، از خوشحالیاشون میگفتن. یه روز از همین روزا ماهی برگشت به آب گفت آبی هیچ وقت تنها نذاری، و من فقط تو رو دارم. صدا کلق. چالش ویدیوم فوق‌العاده است. آب به ماهی گفت قربونت بشم، امکان نداره من تو رو تنها بذارم. ما با هم زندگی میکنیم، ما با هم خوبیم، ما همه چیمون با همه، مکمل همین. قصه ها گذشت و روزها گذشت و هفته ها، ماه ها، همه چیز خوب بود، تا اینکه آبی قصه ما از تو تلویزیون یک عظمت بزرگی دید به نام اقیانوس. تو مغزش جرقه خورد که یه همچین جایی وجود داره؟ من تو این خونم، من باید برم به اقیانوس، من باید برم دوستای جدید پیدا کنم، من باید برم و فلان و این داستان. نمیدونست چجوری به ماهی بگه، اما وعدش این بود که بره به اقیانوس و برگرد و همه چیزو برای ماهی تعریف کنه. یک هفته میگذره. بعد از یک هفته جسارتش پیدا میشه که به ماهی ماجرا رو بگه. آبی بهش میگه ماهی، من یه جا رو پیدا کردم، میخوام برم تجربهش کنم، میخوام برم ببینم چه جوریه، امیدوارم که تو ازم ناراحت نشی. قربونت بشم، آشنا نیست؟ برگشت ادامه داد و گفت ببین من تو رو خیلی دوست دارم ولی باید برم ببینم اونجا چه جوریه، باید برم تجربهش کنم. با مردم. ماهی بغض تو چشماش نشون داده نمیشد، اما سکوت کرد و گفت اشکال نداره، برو، ولی تو بری من چیکار کنم؟ تو بری من میمیرم. اگر راه داره نرو، اگر راه داره بمون. تو بری تنها میشم، تو بری دیگه نمیدونم چجوری به زندگیم ادامه بدم.
تو بری میمیرم. آبی گوش نداد. اون کنجکاوی و شیطنتش کار دستشون داد. ماهی رو ترک کرد، رفت به سمت اقیانوس. وارد اقیانوس شد، وارد دریا شد. دید که چقدر ماهی وجود داره، چقدر چیزهای جدید، چقدر. اما هر چقدر میرفت جلوتر میدید که اصلا کسی حسابش نمیکنه. میدید که تنهاست. میدید که واقعاً زندگی همون لحظه و همون مکانی که پیش ماهی بود. بعد از 1 هفته دید نه، هیچ چیز ماهی نمیشه، هیچ چیز اون خاطرات نمیشه، هیچ چیز اون چیزی که فکر میکرد تو ذهنش نبود. هیچ. تصمیم میگیره برگرده پیش ماهی، بهش بگه که معذرت میخوام، نباید میرفتم، اونقدر که فکر میکردم خوب نبود. بعد از 1 هفته برمیگرده پیش ماهی قصه. میبینه ماهی توی تنگ بی جون و بی نفس افتاده. هر کاری میکنه دیگه ماهی زنده نمیشه. میخوام بهت بگم که آب برمیگرده، اما ماهی دیگه مرده. خیلی از ماها یه همچین ماجرایی رو تجربهش کردیم. بیا قبول کنیم، قربونت بشم. چقدر تجربهش کردیم. طرف رفته ولی برگشت. آب برمیگرده، اما خب ماهی دیگه مرده. گفتم این قصه رو تعریف کنم. من ازت عذر میخوام دور سرت بگرم و دورم ناراحت نشده باشی. یه قصه بود و خب ما همو داریم، غم نداریم و این داستانا دیگه خودت میدونی. خب فقط میخواستم بهت بگم که قصه قشنگیه و دردناکه و غمناکه، اما خب برای هممون یه بار شده دیگه. زود دیر میشه، میدونیم. سر کنجکاوی های الکی نباید کسی که دوستشون داریم رو ترک کنیم. به معنی واقعی کلمات میگم بیادب بزو بشم. اون بیرون برامون نریدن. اینو جدی دارم میگم. سفت بچسب ماهی قصتو. در کل ببخشید، من واقعا انرژی نداشتم امروز و دیوانه‌وار دوست دارم. با این حال یه ذره حالم بهتر شد، اومدم باهات حرف زدم و یه قصه دیگه تعریف کردم. قصه خوب گرفتم. یه ذره میگم میزون نبودم، نه به خاطر حالا مانیتایز این داستان، هم اینستاگرام هم تلگرام هم هر کاری میرم نمیشه، هم استرس فردا، همه اینا هست. به خدا یه ذره سر اونا تو مخمه. هر کاری میکنم حقیقت نمیشه و میدونم میشه بعدن، ولی خب الان سر اون یه ذره بی انرژی بودم، ولی گفتم بازم بیام. هر اتفاقی بیفته علیرضا پیشت میمونه، تنهات نمیذاره، کنارته و ازت خواهش میکنم که تو هم تنها نذار. اگر از بیرون میبینی ممنون میشم سابم کنی. من یه خانواده بزرگ تو اینستاگرام دارم و سعی میکنم اینجام خانواده‌مو بزرگ کنم، چون اینجا حالم حقیقت خیلی بهتره و سعی میکنم اینجام حال شما رو خوب کنم و این داستان دیگه. دور سرت بگیرم و کلام آخر همو داریم، غم نداریم، نبینم تو ناراحت باشی فدات بشم. اینجا حداقل برای چند دقیقه با هم تنها نیستیم.